سلام به همه. من محمد احمدزاده هستم. میخوام شما رو به یک چالش بزرگ دعوت کنم. چالش رسیدن به 100 میلیون داخل ایران در یک ماه. این چالش نه تنها میخواد منو عوض کنه، شما رو هم میخوادم عوض تغییر بدم. من تو ایران زندگی میکنم، جایی که چالش ها و فرصت های خیلی خیلی زیاد داریم. من این چالش رو راه اندازی کردم که همه از صفر یا هر کجا که هستن میتونن با درآمد عالی برسن. من خودم از صفر شروع میکنم، به ماه 100 میلیونم کمتر از یک ماه میرسم. اگه این ماه هم نشد ماه بعد میرسم. من این چالش رو راه اندازی کردم که میخوام به ماه 100 میلیون برسیم داخل ایران. شاید خیلی هم فکر کنن که این غیر ممکنه، ولی همین شرایطی که من الان دارم میخوام از مغازه‌دار، از فروشنده، از کارگری، از فروش اینترنتی رو نمیدونم از همه جا پول در بیاریم، از همه جا. من این چالش رو راه اندازی کردم که خودم مطمئن بودم که از هیچ چیزی میتونیم به درآمد داشته باشیم، چه شهر باشیم چه روستا باشیم، از هر فرصتی میتونیم استفاده کنیم به درآمد برسیم. من میخوام از صفر شروع کنم، به همه ثابت کنم که از هیچ چیزی میشه درآمد داشته باشیم، فقط از فرصت ها درست استفاده کنیم. همین شغلا رو یکی یکی امتحان کنیم، ببینیم ماهی 100 میلیون کدومش میرسه. از مغازه‌دار گرفته، از کارگری گرفته تا بازاریابی و فروش، حتی درآمد دلاری، ریالی، از روبیکار، از تلگرام، از اینستاگرام، از همه جا که از صفر میشه شروع کرد. حتی قراره به شما یاد بدم که چجوری از اینترنت و از ایردراپ و نمیدونم از ارز دیجیتال و از همه جا پول اینترنتی در بیاریم. دلاری، ریالی، هر کدومشو شما دوست داشتین. من هر دوتاشم میرم، هر دوتاشم انجام میدم، موفق میشم. مونده شما کدومشو دوست داشته باشین. حتی به اینم به شما یاد میدم که چجوری فروش کنی، چجوری اصلا بازاریابی رو یاد بگیری، فروش یاد بگیری که مردم از شما بخرن. همیشه رو یاد میدم به شما. این چالش فوق‌العاده عالی هست، چون ببین یکی میگم گوش بده. از فروش، از بازاریابی، از ایردراپ، از نمیدونم ارز دیجیتال، از اینستا، از روبیکا، از تلگرام، نمیدونم از همه جا، از کارگری. اصلا یک آب معدنی گرفتی اون دوتاش کنی. ببین دوتاش کنی، دوتا رو ست کنی، ستا رو 5 تا کنی، 5 تا رو 10 تا کنی، اینطوری موفق میشی. اگر باورت نمیشه با من یک ماه باش تا مطمئن بشی. همین ویدیوها رو منو ببین، یکی ویدیوهای منو ببین از کجا تا کجا میرسه. اونا همش کسشری میگن، نمیدونم بیا این ارزو بخر 100 برابر شد تو یک شب. اگه اونطوری بود که همه موفق بودن، ولی من میگم تو یک ماه قدم به قدم موفق میشی. ما قراره کارهای روزانه انجام بدیم، کارگری، فروش محصول، یک قدم به قدم، حتی آموزش فروش بازاریابی، نمیدونم محصول فروش در دیوار رو نمیدونم از همه جا، حتی از بیرون به مغازه‌دار بازاریابی رو به شما یاد میدم. بازاریابی رو به شما یاد میدم. خدا وکیلی اگر بری بازاریابی رو یاد بگیری باید بالای 10 میلیون پول خرج کنی تا بازاریابی رو یاد بگیری. عزیز دل، هر قدم این راه ها رو به شما به اشتراک میذارم تا شما ببینی و استفاده کنی. حتی به شما قول میدم از امروز که با من شروع کنین موفق میشین. من بهتون قول 100% میدم. کارهایی که من انجام دادم شما هم انجام بدین. اگر موفق نشدین بیا بگو آقا محمد احمدزاده تو هیچ چیزی نمیدونی، از بازاریابی چیزی نمیدونی، از فروش چیزی نمیدونی. من بهتون قول میدم
1 ماه با من باش. 1 ماه. این چالش برای من نیست، برای شما هم هست. پس میخوای با من هم قدم بشی؟ قدم به قدم با من همراه شو. به ماه 100 میلیون میرسیم، بیشتر از اونم میرسیم. پس دکمه سابسکرایب رو همین الان بزن و تو کامنت ها بهم بگو با تو هستم. بیاین این چالش رو به واقعیت تبدیل کنیم با همدیگه. ما یه دونه گروه هستیم، ما یه دونه برادر هستیم. یادتون باشه هیچ چیزی غیر ممکن نیست، فقط شروع کنی. خب ویدیوی فردا کسب درآمد از روبیکا و ایردراپ ها مثل همیشه رو تبسوت نیستم. 6 ماه 7 ماه باید زحمت بکشی آخرشم $2 $3 دستت بیاد. نه خیر. ایردراپ هایی که با هفتگی روزانه بتونی برداشت کنی، همین روزانه یا هفتگی برداشت کنی. 20 تن 10 تن 1 تن هر چقدر تونستی به صورت تن میتونی برداشت کنی. خب بعد همین تا ویدیوی فردا. خداحافظ.